با نام یاد خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که با یه گزارش دیگر از سلسله گزارش‌های پایگاه اطلاع رسانی معیارجل در خدمت شما عزیزان هستیم. در روستای نوکجوب از توابع بخش مرکزی شهرستان بنپور هستیم و اومدیم گزارشی رو در مورد والیبالیست‌های این روستا تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم. با ما همراه باشید. خب در خدمت یکی از عزیزان هستیم که به تیم ملی دانشجویان هم در قدیم دعوت شده. جناب سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خودتون رو معرفی کنید برای بینندگان ما. به نام خدا، من محمد ایوب دیناری فرهنگی روستای نوکجوب در خدمت شما هستم. از دوستان شنیدیم که شما تیم ملی والیبال دانشجویان دعوت شدید. بله، سال 72 در بابلسر مسابقات دانشگاه سراسری کشور انتخاب شدم و در 25 روز تو اردوی تیم ملی دانشجوی ایران تو تهران بودم. بسیار عالی. از پیشینه والیبال نوکجوب برای ما بگید. خدمتتون عرض کنم نوکجوب والیبالش دیگه برای همه شناخته شده است. پخت تو این استان چندین سال تو قهرمانی روستاهای کشور شرکت کردند و از همین روستا ما تیم ملی نوجوانان داشتیم. جزء روستاها جزء بهترین بازیکن‌های روستاهای کشور بودند، از جمله خودم کامل‌ترین بازیکن آقای ساهور به عنوان بهترین مدافع روی تور شناخته شد تو طالقان تهران سال 68. بسیار عالی. الان وضعیت نوکجوب به چه شکل است از نظر امکانات و آیا این پتانسیل رو داره که دوباره به تیم ملی بازیکن از اینجا دعوت بشه یا خیر؟ بله، اگر چنانچه واقعا به این روستا برسند و روی استعدادیابی الان شما اگر متوجه باشید توی زمین ما قدای بلندی داریم که اگر رونه سرمایه گذاری بشه قطعا جز بازیکن‌های خوب کشور خواهند بود. خیلی ممنون از اینکه با ما همراه هستید. در خدمت یکی دیگه از والیبالیستای روستای نوکجوب هستیم. جناب برای ما خودتون رو معرفی کنید. سلام و عرض ادب خدمت شما و همکاران گرامی. سعید دیناری هستم، رئیس شورای اسلامی نوکجوب و ورزشکار تیم شهید دیناری. می‌بینم که در فضای باز و با این کرونا اومدید ورزش رو ترک نکردید و دارید ادامهش میدید. بله، این زمین از قدیم الایام مشهور بوده به پاهبرندگان. در سطح کشورم به این اسم مشهور هستند. ما با توجه که این بیماری کرونا هستش در فضای باز والیبال رو دایر کردیم، در حال انجام بازی والیبال هر روزه هستیم. بسیار عالی. میگن که اینجا بالاخره از همین زمین مثل این که به تیم ملی والیبال دعوت شدن، درسته؟ بله، بزرگان همچون اسماعیل بنپوری، محمد طیب اسفندیاری، محمد ایوب دیناری، خیلی از بازیکنان زیادی بودن که پا به عرصه تیم ملی گذاشتن و مقام قهرمانی هم کسب کردیم. جا داره که یاد شهید دیناری هم اینجا زنده بشه. از شهید دیناری برای ما بگید. بله، شهید دیناری اسطوره ورزش والیبال استان هستش. خیلی سخته همچین اسطوره مثل شهید دیناری پیدا بشه، ولی باز انشالله با تمام توان، تمام تلاش، با همیاری هیئت‌های والیبال و تربیت بدنی انشالله خیلی از جوانانی هستن در سطح روستا که این توانایی رو دارن به پله‌های بالا ترقی کنن. انتظار شما از مسئولین چی هست؟ بالاخره با توجه به ظرفیتی که اینجا وجود داره شما دارید می‌بینید، انتظارتون چی هست که دوباره بتونه نوکجوب به اون دوران اوج خودش برگرده؟ بله، انتظار ما این از مسئولین که والیبال نوکجوب رو دریابن. واقعا قطب والیبال استان نوکجوب هستش. با همیاری، همکاری، با اهدای توپ، تور باعث دلگرمی بچه‌ها بشن. چیز ما روستایی چیز آنچنانی نمیخوام. در حد یک توپ و تور ما بسنده میکنیم. ما رو حمایت کنن انشالله تیم‌های خوبی وارد مسابقات کنیم که همه ساله هم قهرمان و نایب قهرمان استان هستیم ما. بسیار عالی. همونطور که می‌بینید توقع ورزش دوستان روستایی هم بسیار پایین هستش و دارم میگم با یه توپ و تور هم میتونه موفقیت کسب بکنه این روستا. شما به عنوان یه پیشکسوتی که این راهو رفتید و بالاخره به تیم ملی هم رسیدید، چه توصیه‌ای برای جوانان دارید و اونایی که میخوان به این جایگاه برسن؟ عرض به حضورتون
قبل از اینکه به جوانان توصیه داشته باشم به مسئولین یه توصیه دارم که کانونهای استعدادیابی رو که الان با توجه به این مسابقات اخیر کشوری که روی آسیا یا المپیک مشاهده بودید والیبال ایران واقعا پیشرفت کرده و اینا همه ثمره استعدادیابی که انجام شده. اگر در این روزها هم به صورت یک کانون استعدادیابی یا در شهرستان اصلا استفاده بشه و این جوانانی که قداشون واقعا از 1.80 1.90 به بالا است استعدادیابی بشن. بسم الله الرحمن الرحیم. مجتبی رئیسی هستم از روستای نوکجوب شهرستان بنپور. ورزش ما والیبال است، ورزشی که مسئولین بنپور و شهرستان و استان زیاد بهش اهمیت نمیدن. دارای توپ، تور، بسیاری از جوانان که شما قبل از بازی که اینجا گزارش تحویل کردید خیلی شلوغ بود دور میدان، از توپ و تور هیچ گونه بهره نمیبرن و میریم پیش رئیس هیئت یا رئیس تربیت بدنی میگیم آقا توپ بده ما بازی میکنیم، ولی بعدم قول میدن ولی از توپ خبری نیست. استان هم گفتیم بازم توپ نیست. نمیدونیم والا چیکار کنیم. ورزش علاقه داریم، والیبال دوستش داریم، همه دوستش دارن این روستا، همه بزرگ کوچیک بعد از ظهر میان اینجا میشینن والیبال نگاه میکنن. ولی از مسئولین خواهش میکنم که به نوکجوب که قطب والیبال استان بوده برسن، ببینن، یه روز بیان رئیس تربیت بدنی، رئیس هیئت، حتی فرماندار بیان ببینن اینجا بعد از ظهر چقدر شلوغ بازی است، جمعیت است، والیبال دوست است. یکم به ورزشکار اهمیت بدن، اونا بیان قوت قلب میگیرن. بیان که انتظار شما از مسئولین چی هست؟ خدمتتون عرض کنم این روستا با توجه پتانسیل والیبال که اینجا خیلی عالی هست، بعد از سالهای سال که یه سالن اینجا درست شده الان از نظر امکاناتی واقعا ضعیفن. الان اگر شما مشاهده بکنید از نظر تور رو اگر نگاه بکنید ببینید چند جا وصله هست. اینم اخیراً دیگه به خاطر همین جریان ویروس شده اومدن تو هوای آزاد یه مقدار تمرین میکنن. از نظر امکاناتی زیاد چندان خوب نیست. باید یک کم حمایت بشن تا از این وضعیت در بیان. خب بسیار عالی، شنیدیم حرفای آقای دیناری رو. امیدواریم که حمایت ها صورت بگیره تا بتونه دوباره نوکجوب به تیم ملی والیبال هم با توجه به ظرفیتی که داره بازیکن دعوت بشه.